سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. الان این ویدیوم بیشتر حالت چیت چت داره و بیشتر دوست داشتم باهاتون حرف بزنم راجع به این موضوع که احساس کردم که لازمه بدونین من یه رابطه خیلی طولانی رو به اتمام رسوندم و انگار اون حس پوچی رو، اون حس خلایی رو که باید بعد از کات کردن داشته باشی رو ندارم. راستش نمیدونم، احساساتم خیلی به هم ریخته است و خب خیلی واقعا سخته که رابطه خیلی طولانی رو بخوای تمام بکنی و این رابطه 11 سال طول کشید. یعنی در واقع ما با هم بزرگ شدیم و اکثرانتون در جریان هستین، بچهای این اینستاگرام هم میدونین و خیلی خوب میشناسین اونا هم. راستش من انگار زمانی که اون شمعای تولد 25 سالگیمو فوت کردم یهویی همه چی برام عوض شد. انگار به اون بلوغی که باید رسیدم. انگار چشمام باز شد. نمیدونم، البته من چشمامو لیزیک کردم تازه، شاید به خاطر اونم میتونه باشه، نمیدونم. انگار خیلی چشمام باز شد به روی همه چی که بهار این آدم برای تو درست نیست، این آدم اصلا بهت نمیخوره، این آدم اصلا چیز بهت اضافه نمیکنه. میدونین من توی رابطه سمی بودم و اکثرا که از پشت اینستاگرام و سوشال مدیا میدیدن فکر میکنن که وای اینا چقدر کیوتن، اینا چقدر به هم میان، چقدر خوش به حالشون، با هم سالیان سال توی رابطن. ولی در واقع اینطور نبود. توی این رابطه انگار بیشتر من نقش حمایتگر رو داشتم. نمیدونم چجوری بگم. من دوست دارم وقتی با کسی میرم توی رابطه اون نمیگم حمایت هم بکنه از نظر مالی، اصلا بحث مالی نیست، ولی از نظر رفتاری حمایت هم کنه. یعنی آقا در یک کلام اون مردونگی رو توش احساس بکنم، اینکه مثلا من پشتتم، من کمکت میکنم، من کنارتم. یه همچین چیزی رو من راستش این آدم احساس نکردم. من کلن از آدمای بی هدف خیلی بدم میاد. سعی کنین با آدمایی که نمیدونن تو زندگیشون چی میخوان، نمیدونم هدف ندارن، هیچ برنامه اصلا برای زندگیشون ندارن، ازشون دوری کنین، چون اینا خودشون نمیدونن در واقع چی میخوان. حتی این رابطه اینجوری بود که من بیشتر تیک کر میکردم ازش، من بیشتر مواظبش بودم که این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بپوش، اونو نپوش، نمیدونم اینجا برو، اونجا نرو، با این حرف بزن، با اون حرف نزن. و راستش آدمای بی لولی هم دورش بودن و این آدما تو رو میکشن پایین. تو وقتی دایره اطرافت آدمای اشتباهی باشن، خود به خود حتی اگر خودت هم نخوای تو رو میکشونن پایین. و دوروبر این آدمای اشتباهی بودن که من اصلا یعنی تو خیابون میبینمشون اصلا نگاهشون هم نمیکنم، یعنی در این حد حتی سلام هم نمیکنم. در این حد این آدم سبک زندگی سالمی نداشت و خیلی با من فرق داشت. یعنی ممکنه بگین که اوه بهار بعد از 11 سال الان داری اینا رو متوجه میشی. ببین یه جورایی میدونست، یعنی نمیدونم چجوری بهتون بگم، یه جورایی میدونستم، ولی انگار اون علاقه چشمامو بسته بود نسبت به تمام این واقعیت ها و من همه اینا رو چشم پوشی میکردم که مثلا نه فلان درست میشه، نه هنوز بچه ایم، نه فلان نمیچی. دیگه به سنی رسیدیم که گفتم نه این مثل که عوض بشون نیست و همون روتین 18 سالگیشو داره همچنان تا 28 سالگی ادامه میده، تا 29 سالگی داره ادامه میده. و الان جاییه که اگه بهتون بگم پشماتون اصلا پشماتون میریزه، ترجیح میدم نگم به خاطر خودش و به خاطر یوتیوب. من توی این رابطه خیلی احساس خستگی کردم،
خیلی رابطه‌ای بود که منو خیلی خستم میکرد. یعنی من زمانی که مهاجرت کردم اومدم اینجا، من به خاطر این آدم اصلا مهاجرت کردم که گفتنمونه واقعا خیلی کنارم بود، کمکم کرد، باعث شد که من زبان ترکیم مثل فارسی بشه، چون مجبوری که حرف بزنی باهاش. یه سری کمک ها آره 100% در کنارم بود، بهم کمک کرد، ولی اون احساس امنیت رو باش نمی کردم. و چون بچه بودم و چون بچگی با هم بزرگ شدیم، یعنی بیشتر 7 سالش لانگ دیستنس بود، 5 سالش حضوری بود و من چون بچه بودم بیشتر احساساتم انگار بهم غلبه میکرد. و وقتی به سن 25 سالگی رسیدم یهویی منطقم انگار منفجر شد، منطقم ترکید که بهار چی کار داری میکنی با زندگی؟ چه غلطی داری میکنی تو زندگی؟ مثلا این الان بودنش تو زندگی مثلا چی بهت اضافه میکنه؟ یهویی انگار زمین ناخودآگاهی همچین حرفی بهم زد که من تا چشام باز شد. بعد از اینکه شمعای تولد 25 سالگی مفوت کردم چشام باز شد و تصمیم گرفتم که این رابطه رو بهش اتمام بدم. با اینکه خیلی رابطه طولانی بود، خیلی به هم عادت کرده بودیم، ولی به خاطر آرامش خودم احساس کردم که لازمه این رابطه رو به اتمام برسونم، چون که رابطه خیلی صمیمی بود. حالا زمانی که من زیادم نیست راستش فکر میکنم، البته توی دلم من این رابطه رو از 1 سال پیش تموم کردم، ولی این که دیگه هم دیگه رو نبینیم و من کامل تنها بشم فکر میکنم 1-2 ماه باشه تقریبا. آره 1-2 ماهی هست و نمیدونم بهتون چجوری حسمو بگم. اون حس پوچی رو که باید بعد از اتمام رابطه داشته باشی رو نه، راستش حس نمی‌کنم، چون که احساس میکنم آزاد شدم، انگار جوون شدم، انگار آزاد شدم، انگار تازه مهاجرت کردم، انگار تازه دارم ادونچر میکنم. چون وقتی با هم بودم اینجوری بود که همه چی روتین بود، همش تو خونه، نمیدونم یه چیزای روتینه، دایره امن خودت و با هیچکی اصلا حرف نمیزنی و کامیونیکیشن برقرار نمیکنی و فقط با اون بود همه چی. نمیگم الان با همه هست، یعنی نه اصلا، ولی احساس میکنم که آزاد شدم، احساس میکنم که خیلی راحت ترم، خیلی آرامش بیشتری دارم، خیلی خوشحالم. پوست و من موام اصلا زمانی که تو رابطه بودم با اون یارو وز و اصلا خشکیده شده بود، در این حد اعصابم خراب بود و نمیدونم چرا واقعا این رابطه رو من این همه سال ادامه دادم. ولی اگر که شما هم همچین حسی میکنین، یعنی به اون مرحله از زندگیتون میرسین که اینجوری که I'm done، من واقعا I'm done with this person، دیگه کاری با این آدم ندارم، حسی بهش ندارم و این آدم هیچ چیزی بهتون اضافه نمیکنه، کات کنین آقا، تموم کنین، کات کنین. اصلا ببین باور کنین یه آدم خیلی 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 بهتری جلو راتون قرار میگیره، وارد زندگیتون میشه، کسی که شما رو حمایت کنه، کسی که شما رو واقعا دوست داشته باشه، کسی که حامیتون باشه. یعنی نمیدونم چجوری بگم، کسی که واقعا بهتون حس خوب بده، اون حس امنیت و سیف بودن رو بهتون بده، وارد زندگیتون میشه. اگر واقعا فکر میکنین که توی این بره از زندگیتون هستین، من اصلا به کسی پیشنهاد نمیکنم، اما پس سر بنگه تو بهمون گفتی آره کات کن فلان 28 ماه شد. فکر میکنم که اتمام یه رابطه صمیمی خیلی بهتر از ادامه دادنش باشه، چون که تو الان اگه این رابطه رو تموم بکنی، مثلا گیریم 25 سالته، تو الان تو 25 سالگی این رابطه رو تموم بکنی خیلی بهتر از اینه که توی 35-40 سالگی این رابطه رو تموم بکنی، یه رابطه‌ای که اصلا به هیچ جا نخواهد رسید و نمیرسه. چون هر چقدر بیشتر طول بکشه آدما بیشتر به هم عادت میکنن به نظر من. اینکه نمیگم ناراحت نیستم، راستش چه دارم میخندم. ناراحت هستم، خیلی برام سخت بود، من خیلی طول کشید که بتونم هضم کنم کات کردم با این آدما، چون اصلا این آدم برای من اینجوری بود که مثلا پدر مادرم که بهم میگفتن آقا این به درتون نمیخوره، من اینجوری بودم که نه فلان بیسارش شمالم چی اصلا همینجوری گارد میگرفتم. ولی من خیلی راحت کات کردم و به مامانم گفتم که من کات کردم، من کات کردم خیلی راحت. و مامانم اینجوری بودن که حالت خوبه؟ تو خیلی رو دوست داشتی، حالت خوبه؟
فلان الان چه حسی داری؟ من جورم که خیلی خوبم، راحت شدم، انگار چیزی از اینجام برداشته شد. نمیدونم، حالا کسی نبود که بخواد من اذیتم بکنه یا به هم گیر بده یا چیزی، اصلا همچین آدمی نبود، ولی سمی بود. و من یه آدمی میخوام که آقا پرستیژ داشته باشه، آدمی میخوام که بهم بخوره، آدمی میخوام که قوی باشه، آدمی میخوام که مثل من ورزش کنه و تو زندگیش هدف داشته باشه. حالا اینجا کانال چیز نیست، کانال همسریابی نیست، ولی کلا اینجا سین. اگر که توی بره مثل من از زندگیتون هستین، تمامش کنید بره، چون مطمئن باشین بعدش خیلی احساس بهتری خواهید داشت نسبت به خودتون. چون به نظر من تو اول باید خودت خیلی دوست داشته باشی، تو خودتو باید اونقدر دوست داشته باشی که بتونی همچین کاری بکنی، اونقدر باید با تنهایی خودت لذت ببری که بتونی به راحتی همچین تصمیمی بگیری، همچین کاری بکنی. بعضی اوقات راستش ناراحت میشم، بعضی اوقات شده گریه کرده باشم همین اواخر، ولی منطقم انگار الان خیلی بیشتر از احساساتم داره کار میکنه. نمیدونم چرا. نظر من کار درست رو کردم. اگر که شما هم همچین تجربه‌ای داشتین، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسین، چون دوست دارم بیشتر کامیونیکیت برقرار کنم با آدمای اطرافم و ببینم چی میگذره تو زندگی اونا چه احساساتی دارن، اونا چه حسی دارن. و اینکه شاید به دلیل اینکه من خیلی راحت تونستم این تصمیم رو بگیرم، نمیدونم، ولی فکر میکنم بهش مرتبط باشه، اینه که تو وقتی مهاجرت میکنی تو داری قید خانوادت رو میزنی که دیگه نمیتونی هر روز ببینیشون، اصلا ازشون دوری. تو داری قید خانوادت رو میزنی، داری قید خونت رو میزنی، داری قید دوستاتو که خیلی دوستشون داشتی میزنی برای پیشرفت خودت. و راستش من بهش گفتم که منی که مهاجرت کردم اینجا و قید خانواده‌ام، خواهرم، دوستام، خونم، زندگی خوبی که داشتم و زدم، این که بخوام تو رو از زندگیم حذف کنم خیلی برام کار راحتیه، چون که I have nothing to lose. من چیزی برای دست دادن ندارم. انگار وقتی مهاجرت میکنی احساساتت سنگ میشه. نمیدونم، شاید من اینطوری شدم. مهاجرت رو خیلی بزرگ میکنه، خیلی بزرگت میکنه و نسبت به همسان سالای خودت خیلی تصمیمات گنده تری انگار میگیری، انگار تصمیمات منطقی تری میگیری، انگار احساساتت کم رنگ تر میشه. نمیدونم، این بلایی بود که سر من اومد توی مهاجرت. راستش خیلی سپاسگزارم از دوستام که کنارم بودن توی این شرایط. پیامایی که بهم میدادن، حالا هم میپرسیدن و کنارم بودن، نذاشتن من تنها بمونم و من خیلی خوشحالم که یه همچین دوستای خوبی دارم. نارم هستن و حتی از راه دورم شده از توی ایران بهم پیام میدن. پیامشون باعث میشه که من خیلی خوشحال بشم و یه جوری مثل ریلیف میمونه برای من. نمیخوام حالا ناراحتتون کنم، نمیخوام حس بد بهتون بدم، ولی خیلی تصمیم سختیه. یعنی وارد یه برهه جدید از زندگیت میشی، وارد یه مرحله جدیدی از زندگیت میشی وقتی همچین کاری رو بکنی و فکر میکنم که این بیشتر به جای خوبی میره تا اینکه به جای بدی بره، چون که خب آدما خیلی راحت به هم عادت میکنن و این عادت رو ترک کردن خیلی کار سختیه. حتی ممکنه دوست صمیمیت باشه، ولی ممکنه خیلی دوستش داشته باشی، ولی برای پیشرفت خودت، برای آرامش خودت، برای زندگی بهتر خودت بعضی از تصمیم‌ها رو مجبوری که بگیری. خیلی دوستتون دارم، خیلی مراقب خودتون باشین. مرسی که تا اینجا ویدیومو دیدین. ببخشید اگر که ناراحتتون کردم، ولی
باید این حرفا رو میزدم. فعلا